آدمای زیادی رو دیدم که برای شبیه بقیه بودن خودشونو از بین میبرن. اما این جمله بی‌نظیر رو هیچ وقت فراموش نکن. خودت باش. بقیه نقشا قبلا پر شده. این جمله فوق‌العاده از رالف والدو امرسون هست. هرچی بزرگتر میشی صداهای بیشتری دورت میپیچه. این کارو نکن، اون مسیر رو نرو، اینجوری نباش و کم کم یاد میگیری خودت رو سانسور کنی. فقط برای اینکه بقیه راحت تر باشن. ولی تو برای این نیومدی. تو نیومدی نقشه ی آدم تکراری رو بازی کنی. تو اومدی خودت باشی و همین شجاعت میخواد. شجاعت میخواد که بگی من انتخاب میکنم چطور زندگی کنم، حتی اگه بقیه درکم نکنن و تنها بمونم. میدونم که راحت نیست. وقتی 1000 نفر ازت توقع دارن، وقتی همه منتظرن یه جور خاص رفتار کنی، وقتی همه فکر میکنن بهتر از تو میدونن باید چطور باشی. اما درست همینجاست که کم کم به خودت شک میکنی و هرچی بیشتر به صدای بقیه گوش بدی، صدای خودت کم رنگ تر میشه. اما بذار یه چیزو خیلی واضح بهت بگم. اعتماد به خودت یعنی حتی وقتی صداهای اطراف بلندترن، بازم صدای درونتو بشنوی. این یه جور اعتماد به خودته. یعنی اگر زمین خوردی به جای قضاوت کردن خودت بلند شی و بگی اشکالی نداره، این بخشی از مسیر منه و یاد بگیری به جای ترسیدن از اشتباهاتت بهشون افتخار کنی. چون نشونه اینن که حرکت کردی، امتحان کردی و نترسیدی. تو اومدی اینجا که خودت باشی، نه نسخه ای از بقیه. باید بدونی تو کسی هستی که حق داری گم بشی، ولی دوباره راهتو پیدا کنی. خب تو هم اولین بار مثل بقیه تو این دنیا داری زندگی میکنی. همه ما توی زندگی شک میکنیم. این طبیعیه. آدمی که هیچ وقت شک نکنه یعنی هیچ وقت حرکت نکرده. ولی آدمی که یاد بگیره توی دل شک هم به خودش اعتماد کنه، اون همیشه رشد میکنه. خودت باش، با همه اشتباهاتت، با همه ترسات، چون قشنگترین نسخه تو همینه که واقعی باشی. اون روزایی که هیچ کس بهت ایمان نداره، اگه خودت به خودت اعتماد کنی، انگار یه چراغ روشن میشه که راهتو نشون میده، حتی اگه همه چی تار باشه. خودتو باور کن، چون هیچ کس به اندازه تو نمیدونه چه جنگایی پشت سر گذاشتی. هیچ کس اندازه تو نمیدونه چی تو دلت بوده وقتی لبخند زدی و دم نزدی. همین داستان تو دلیل قوی بودنته. پس حقته به خودت افتخار کنی و حقته که به خودت اعتماد داشته باشی. توی امضای خاصی که جهان فقط یک بار تجربهش میکنه. یه روزی میرسه که میفهمی تموم اون راههایی که خودت ساختی ارزش 1000 تا مسیر آماده رو داشته. پس یادت باشه هر وقت شک کردی و دلت لرزید، همین جمله رو با خودت تکرار کن. خودت باش. بقیه نقشا قبلا پر شده. و بذار دنیا نسخه واقعی تو رو ببینه. هیچ کس بهتر از تو نمیتونه نقش تو رو بازی کنه. باور کن. اگر تو هم با من هم عقیده‌ای، باعث افتخاره که با سابسکرایب عضوی از کانال من باشی و محتوای کانال رو دنبال کنی و همینطور با لایک و کامنت گذاشتن به هم بگی چقدر محتوایی از این دست به بهتر شدن تو و زندگیت کمک میکنه.